همین الان اصلا قرار نبود این ویدیو رو ضبط بکنم، ولی داشتم دنبال خودکارم میگشتم. خودکارم گم شده بود. 10 دقیقه گشتم این ور اون ور. دیدم پشت کیبوردمه. خودکارم گم شده بود؟ نه. خودکارم گم نشده بود. خودکارم همینجا بود. ولی من فکر میکردم گم شده. امروز دنبال همین داستاناییم که چرا بعضی موقع‌ها وقتی خودکار توی زندگیمون گم میشه فکر میکنیم گم شده، در حالی که جلوی چشمونه. چون نمیبینیمش فکر میکنیم گم شده. واقعیتش اینه که همین الانی که دارم این پادکست رو ضبط میکنم درگیر 1000 تا دغدغه فکریم و یه زمانی فکر میکردم افسرده هم، بعدم فهمیدم اضطراب دارم. اضطرابم هم لولش تقریبا بالا بود، دکتر رفتم فلان بلام بهمان بیسار اینو جای دیگر نمیخوام توضیح بدم. کاری نداریم، میخوام اینو بهتون بگم. یعنی الان یه چیزی مثل ارشمیتوز اورکا شده که میخوام درباره این حرف بزنیم مثلا امروز، که چی میشه که به این مرحله میرسیم. چی میشه که وقتی تو زندگیمون یه خودکار گم میشه فکر میکنیم گم شده، در حالی که خودکاره گم نشده، ما نمیتونیم پیداش کنیم. زندگیمون خیلی وقتا خیلی چیزها هستش که شاید ندونیم چرا میان تو زندگیمون یا شاید ندونیم چرا میرن از زندگیمون، ولی با وجود اینکه میرن و میان ماییم که همچنان چی میگن اندر خم کوچه نشستیم و حیران و سیران داریم نگاه میکنیم و اصلا نمیفهمیم داستان چی شد. بعد میگیم زندگی عجیبه، زندگی پیچیده است. آره زندگی عجیبه پیچیده است، به خاطر این عجیبه که ما هستیم، به خاطر اینکه ما انسان ها اینجاییم و اینش دقیقاً عجیبه. چی میشه که ما اینقدر ذهنمون منفی نگر میشه؟ بیایید با این شروع بکنیم که امروز بخوایم جلوی افسردگی رو بگیریم. حالا افسردگی که نمیشه گفت، اضطراب، نگرانی، استرس. از من بشنوید دوستان، باور کنید یا نه، ولی خب استرس واقعا دمان از روزگار آدم در میاره. اگر توی هر مقطعی از زندگی با هر سنی که هستید و دارید این استرس رو به هر نحوی، حتی اگه به حق بدونید به حق ندونید دارید تجربه میکنید، لطفاً این پادکست رو گوش کنید و آخرش شاید یه جور دیگه بهش نگاه بکنید. خودکار گم شده زندگیمون چیه؟ خودکار گم شده زندگیمون فکرامونه. هممون میدونیم که فکرامون باعث ایجاد احساسات توی ما میشن، باعث میشن که همون چیزی رو که میخوایم عمل بکنیم به واسطش فکر بکنیم، فکر میاد عمل میشه و بعدش نتیجه های مختلف میگیریم. پس از اول کار وقتی که میخوایم بحث شروع بکنیم میدونیم که این فکر لعنتی خیلی میتونه ما رو اذیت بکنه. کجا میتونه اذیت بکنه؟ اونجایی که من خودم به شخصه الان 90% فکرام وقتی که میاد تو ذهنم منفیه. و خبر بد اینه، ولی خبر خیلی خوب هم هستش، اینه که ما میتونیم فکرامون رو انتخاب بکنیم. یعنی قدرت انتخاب کردن فکر داریم. شاید جالب و عجیب باشه براتون، ولی چنین چیزی رو داریم ما واقعا. ما قدرت فکر کردن و همون قدر قوی میدونیم و داریم که قدرت انتخاب کردن فکر کردن. شاید خیلی وقتا ما درباره قدرت انتخاب کردن فکرها صحبت نکرده باشیم. شاید میگیم آقا این فکر به ذهنم خطور کرده، ولی واقعیتش اینه که نه، این فکر شاید به ذهنت خطور کرده باشه، ولی از یه جای بالاخره ریشه گرفته و حالا به صورت رندوم هم اگه خطور کرده باشه، حالا به هر دلیلی، ما قدرت اینو داریم که انتخاب بکنیم که چه فکرایی رو انجام بدیم، چه فکرایی رو نه. یعنی احساسات ما اینجوریه که وقتی که اون فکر تأثیر خودش رو احساس میذاره، نمودش میشه اون عملی که ما انجام میدیم. و خب متاسفانه امروزه خیلی از همسن و سالهای من، کوچیکتر بزرگتر فرقی نداره، دوچار چنین دغدغه‌های فکری زیادی هستن. و یکی از راه حل‌هاش که امروز بهش رسیدم، حالا با یک کتاب و با یک پادکستی، اونم اینه که فکر نکنیم و خیلی وقتا فکر نکردن باعث میشه که بهتر زندگی کنیم. حالا چجوری فکر نکنیم؟ مثلا چرا نباید فکر بکنیم؟ همونطور که اول ویدیو گفتم، خودکار من گم نشده بود، من فکر میکردم گم شده. پس این نشون میده که میتونیم در مرحله اول اینو در نظر بگیریم که هر چیزی که هست از درون خودمونه. یعنی نوع دیدگاه ما و نوع نگرش ما نسبت به وقایع، اتفاقات و کلی چیزهای دیگه باعث میشه که ما احساساتمون رو به وجود بیاریم و این احساسات هم خب قطعاً توی بدنمون شرایط مختلفی رو به وجود میاره. من انقدر توی این چندین سال استرس نهفته درون خودم به وجود آوردم. حالا استرس نهفته هم خودش از افکار منفی نهفته میاد که ذاتاً ما دوست داریم که به چیزهای منفی فکر کنیم و این
فکر کردن به چیزهای منفی باعث میشه که هی از بقا خودمون رو به اصطلاح تو بقا بمونیم و از خطرات خودمون رو دور کنیم دیگه. این چیز کاملا طبیعیه و این فکرهای منفی نهفته، یعنی انباشتهای منفی نهفته، باعث میشه که ما یه جایی یه انباری بسازیم و همه فکرامون رو بریزیم اونجا و بلافاصله وقتی که یک فکر خوبی به ذهنمون خطور میکنه، حتی بلافاصله از اون انباری یک فکر منفی هم در کنارش بیاد، چون اون انباری خیلی شلوغه و هیچ دسته‌بندی نداره. تو دست میندازی تو اون انباری، حتی اگه یه فکر خوبم بیاد پشت بندش، چون اینا به هم وصل شدن، یه فکر منفی هم پشتش میاد. و هزار بارم گفتیم و شنیدید افکار منفی خیلی قوی تر از افکار مثبتن. یه دونه منفی شاید 3 تا مثبت 4 تا مثبت رو منفی بکنه، مثل مثبت در منفی دیگه میشه منفی و این باعث بشه که خب تأثیر اون فکر مثبت هم از بین بره. مثلا خیلی وقتا میگن آقا به چیزای مثبت فکر کن و اینجور چیزا، ولی واقعیتش اینه که یه آدمی که مثلا دچار افسردگی یا دچار غم یا دچار اضطراب خیلی نمیتونه به چیزای مثبت فکر کنه، اصلا نمیتونه فکر کنه و این خیلی بده که باعث میشه انسان توی مرحله‌ای برسه که حس بکنه که اطرافیان نمیتونن درکش بکنن، چیزی که من خودم باهاش خیلی روبرو شدم و این استرس‌های روانتنی انقدر زیاد شد که تو بدنم هم داره تأثیرشو میذاره. قلبم گاهی وقتا ضربان قلب میره بالا، تیر میکشه، درد میکنه. رفتم 1000 تا تست ورزش و اکو و اینجور چیزا دادم که دکتر گفته هیچ مشکل نداری، استرس روانتنیه. یعنی تأثیر انقدر زیاد میشه تو بدن که سیستم هورمون‌های بدن رو به هم میریزه و ترشح بیش از حد مثلا هورمون‌های استرس‌زا که باعث میشه خب تو بدن سیکل بدن معیوب بشه، خراب بشه و خب خودش یه جور نشون میده. میدونید مثلا من حتی با یک مشاور که میرفتم باهاش درباره این استرس و اینم صحبت می‌کردم، میگفت حتی من آدم دیدم که عفونت کلیه گرفته به خاطر استرس. یعنی خیلی چیز عجیبیه ولی واقعیتش اینه و این باعث میشه که تو بدون اینکه اصلا خودت بدونی به بدنت هم آسیب بزنی، نه تنها روانت اذیت بشه، به بدنت هم آسیب بزنی و این یک چیز خیلی ترسناکیه که همین الان باهاش من مواجهم و تا چند وقت پیش قبول نمی‌کردم. میدونی یه احساس نزدیک بودن به مرگ، یه احساس این که نکنه قراره بمیرم درونم بود. یعنی یه چیزیه که خب همیشه آدم‌ها شاید باهاش کنار نیان، شاید اصلا بهش فکر نکرده باشن. برای من خوب شد چون فهمیدم که مرگ چیز همچین دور از ذهنمونم نیست و یه ذره خودمو برایش بهتر آماده کردم. یه ذره سعی کردم از روزهام بیشتر استفاده بکنم که البته هنوز شکست خوردم ولی میدونم که بالاخره میشه. بگذاریم بیایم سراغ بحث اصلی. بحث اینه که این فکر لعنتی باعث میشه احساسات ما به وجود میاد دیگه. تا موقعی که ما نفهمیم که این فکر لعنتی از کجا اومده نمیتونیم کاریو ببریم جلو. و خب خبر خوب اینه که این فکر لعنتی از خود ما میاد. و این خود ما از کجا میاد؟ خب این خود ما میشه همون ریشه روانشناختی زیگموند فروید، یونگ که همشون، حالا فروید خیلی بیشتر تاکید میکنن که از کودکی و از کلی داستان و اینا میاد. خب امروز هم اینو قبول دارن تا حدی، ولی خب خیلی از حرفای فروید هم میتونه نقض بشه که خب فقط صرفا کودکی نیست و چیزهای جدیدتری هم هستن که امروز نشون میدن که جامعه، خانواده در آینده و شرایط اقتصادی، اجتماعی، کلی چیزهای دیگه هم میتونه تاثیر بذاره. ولی بحث اصلی و دغدغه اصلی موقعی به وجود میاد که شما نتونید و یعنی توانایی رو نداشته باشید که ذهنتون رو کنترل کنید و توانایی رو نداشته باشید و ندونید که میشه این کارو کرد. میبینیم یه موقع هست فکر کن یه عقابی که با مرغ‌ها بزرگ شدی